من روی گوشیم 2 تا واتساپ دارم، حتی میتونم 2 تا تلگرام داشته باشم، میتونم 2 تا فیسبوک داشته باشم. همونجور که میدونید از لحاظ فنی شما امکان این که 2 تا واتساپ روی گوشیتون نصب کنید وجود نداره. یا باید اون نسخه فیک باشه یا باید نسخه هایی باشه که کاستوم شدن، که حالا نسخه اصلی نیستن در واقع. ولی چون این روزها اکثر گوشی‌ها 2 تا سیم کارت دارن، سیستم عامل اندروید اومده یه قابلیتی اضافه کرده که شما میتونید از پیام رساناتون 2 تا نسخه داشته باشید و با 2 تا شماره مختلف هر کدوم رو لاگین کنید و استفاده کنید. برای این کار باید وارد تنظیمات موبایلتون بشید و توی قسمت جستجو عبارت دوال رو سرچ کنید. انگلیسیش دوال، فارسیش میتونه جفتی، دوتایی، دوقلو یا هر کدوم از اینا باشه. گزینه دوال مسنجر یا پیام رسان جفتی انتخاب کنید. این پایین دوباره دوال مسنجر داره. اینجا که وارد بشید تمام پیام رسانهایی که رو گوشیتون هست اینجا هستن. مثلا من واتساپ رو روشن کردم، 2 تا واتساپ دارم. اگر الان تلگرام رو روشن کنم ببینید دکمه اینستال میاد و یه تلگرام دیگه برام نصب میکنه که کاملا جدا از تلگرام قبلیه و میتونم با یه شماره جدید اونو وارد بشم. اگه میخوای ترفندهای تکنولوژی و هوش مصنوعی یاد بگیری پیج منو دنبال کن.